بعضی خوابها فقط خیالند، اما بعضی بذرهایی که تو ذهن کاشته میشن کم کم به واقعیت سبز میکنند. الناز هر شب خواب میدید. خوابهایی که رنگ داشتن، صدا داشتن، بوی بارون میدادن. الناز هر صبح تو دفتر مخصوصش اونها رو مینوشت. الناز تو دفترش نوشت خواب امشب پرنده آبی. یه شب خواب دید پرنده آبی روی پنجره نشسته و با صدای انسانی گفت فردا چیزی رو از دست میدی اما دوباره پیدا میکنی. صبح روز الناز دفترش رو گم میکنه. اما عصر دفتر روی میز برگشته بود. با جمله تازه روی آخرین صفحه من گفته بودم نه. کم کم هر خوابی که می نوشت اتفاق می افتاد. حتی چیزهایی که خودش باور نداشت. یک شب نوشت آینه گرد و مشکی روی دیوار اتاق من است. صبح که پا شد واقعاً اون آینه اونجا بود. یک آینه مشکی که هیچ وقت نخریده بودش. الناز دوباره نوشت میخوام خواب ببینم مادرم زنده است. اون شب الناز خودش خوابش رو انتخاب کرد. صبح که بیدار شد دید روی میز یک فنجون چای آماده هست. اما الناز یادش اومد که مادرش 10 ساله که مرده. شب بعد تصمیم گرفت که نخوابه ولی چشمایش بسته شدن. الناز دوباره خواب دید در اتاقش. روی تختش خوابیده بود و یکی دیگه با دفترش نشسته بود روبروش. اون دیگری گفت تو خواب منی الناز، من بیدارم. اون نوشت وقتی او بیدار شود من ناپدید می شوم. الناز دفترش رو با عصبانیت پاره کرد و این گونه شد که الناز روزها با خودش درگیر بود، اما خوابهایش رهاش نمی کردن و الناز کم کم از بین رفت و وارد دنیای دیگه ای شد. به هم بگید اگه شما جای الناز بودید چه تصمیمی رو می گرفتید؟